روزتان بخیر بیننده عزیز. برنامه نوید بامدادی از رادیوی آزادی است و من مولا رجب یوسفی دوام 10 دقیقه دیگر شما را با تازه ترین خبر و گزارش های تاجیکستان و جهان آشنا می کنم. امروز 21 ژانویه است و ساعت در دوشنبه 11. سرخط خبرهای امروز: مسجدها در تاجیکستان گشوده شدند اما با شرط. جو بایدن رئیس جمهوری نو آمریکا سوگند یاد کرد. شرکت‌های ساختمانی در روسیه از باز شدن راه مهاجران خرسندند و شهرداری کولوب دستور داد که خوانندگان را با کتاب بدیعی تأمین کنند. شرح خبرها: بعد از چند ماه انتظاری و سالهای پیهمی ساکنان، ستاد مقابله با کرونا ویروس به فعالیت مسجدها اجازه داد، اما شرط گذاشته شده است که باید قاعده های بهداشتی رعایت شوند. قرار ستاد مقابله با کرونا ویروس در تاجیکستان برای باز کردن مسجدها شام 20 ژانویه صادر شد. بنابر آن از نمازگزاران خواسته شده است هنگام عبادت حتما از نقاب‌های طبی استفاده کنند، وگرنه فعالیت مسجدهایی که در آنها طلبات گیگینه شخصی و جمعیتی را وابسته به پیشگیری بیماری‌های سرایتی رعایت نمی‌کنند منع کرده می شود. ستاد مقابله با کرونا ویروس نو به کمیته دین، وزارت تندرستی و مرکز اسلامی تاجیکستان دستور داده است که رعایت قاعده‌های بهداشتی را در مسجدها جدا نظارت کنند. چند ساعت پیش از این قرار افشین مقیم، سخنگوی کمیته دین در فیسبوک نوشت با در نظر داشت به اعتدال آوردن وضع و درخواست زیاد هموطنان، این نهاد به ستاد پیشنهاد کرده است تا در این مسجدها را گشایند. مسجدها در تاجیکستان بار اول ماه مارس سال 2020 برای 2 هفته و بعدا از 18 اپریل سال گذشته تا این جانب بستند. در پی مسجدها مکتب و دانشگاه و بازارها هم بسته شدند، ولی بعدا مرحله به مرحله محدودیت‌های جاری شده برای مکتب و بازارها برداشته شدند. باز نشدن در این مسجدها از سوال‌هایی بود که در شبکه‌های اجتماعی زیاد مطرح می‌شد. در پی یک انتخابات جنجال برانگیز و دوره گذر پربحث در تاریخ امریکا، جو بایدن از حزب دموکرات به حیث پرزیدنت 46 امریکا سوگند یاد کرد. مراسم روز 20 ژانویه زیر چاره‌های سخت امنیتی در شهر واشنگتن گذشت. بایدن 78 ساله دستش را روی انجیل قرن 19 گذاشته قسم خورد و با این کهنسال‌ترین سیاستمداری شد که در منصب پرزیدنت ایالات متحده کار خواهد کرد. او بعد از پرزیدنت دونالد ترامپ به این مقام رسید. معاون پرزیدنت کامالا هریس چند لحظه پیش از او سوگند یاد کرد و از اولین زن و نماینده اقلیت‌های آمریکا شد که در این مقام فعالیت خواهد داشت. جو بایدن در سخنرانی خود که در فضای پاندمی کرونا ویروس نو و حمله جانبداران خشمگین ترامپ به بینای کپیتال در تاریخ 6 ژانویه ارائه شد گفت هنوز کار زیاد برای متحد کردن مردم انجام باید داد. دموکرات پیروز شد گفت او و افزود امروز روز امریکا است، امروز روز دموکراسی است، روز تاریخی است و امید، بازبینی و مصالحه است. او همچنین به جهان بیرون پیام داد که روابط با شریکان ترمیم می شود. در 152 سال اخیر بار اول پرزیدنتی که کاخ سفید را خالی می کند در مراسم شادباشی پرزیدنت نو اشتراک نکرد. دونالد ترامپ همراه با همسرش ملانیا ترامپ صبح چهارشنبه کاخ سفید را ترک کردند و توسط چرخبال در 10 دقیقه به پایگاه اندروس رسیدند. او بدون بردن نامش جو بایدن که تا آخر او را به پیروزیش تبریک نکرد و غلبه‌اش را اعتراف نکرد، تنها گفت به ماموریت نو کاخ سفید موفقیت آرزو می‌کند. ترامپ و عائله‌اش به ایالت فلوریدا رفتند تا در آنجا زندگی را همچون شهروندان قطاری ادامه دهند. شرکت‌های ساختمانی در روسیه امید دارند ساده کردن ورود مهاجران برای کار در ساختمان‌ها به معتدل شدن بخش ساختمان کمک می‌کند. اخیراً پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در جلسه جمع‌بسته شورای رشد استراتژی و لایحه‌های ملی به حکومت دستور داد که تا ماه مارس امسال راه‌های ساده کردن جلب مهاجران کاری را به ساختمان بررسی کنند. ایگور گریتسوف رهبر شرکت ساختمانی جی اف گروپ در صحبت با خبرگزاری تاس گفته است روند ساده کردن ورود مهاجران را پیگیری دارند و برای جلب مهاجران در ساختمان‌ها درخواست خواهند داد. حدود 90% کارمندان این شرکت را مهاجران تشکیل می‌دهند.
به این خاطر گرتسوف گفته است ساده کردن راه مهاجران برای کار در ساختمان‌های روسیه قدم مثبت برای معتدل گشتن بخش ساختمان است. امام‌الدین ستاره سفیر تاجیکستان در روسیه هم از تصمیم ساده کردن راه مهاجران استقبال کرده گفت برای 468 نفر مهاجران تاجیک برای کار در ساختمان‌های ایرکوتسک اجازه کار داده شده است و این شماره در حال افزایش یافتن است. به نوشته رسانه‌های روسیه دستور پوتین بیشتر درباره مهاجرانی است که از بعضی کشورهای علاهیده عضو اتحاد دولت‌های مستقل می‌روند. با سبب بسته بودن راه‌ها سال گذشته بخشی کلان مهاجران تاجیک نتوانستند به روسیه روند. یک تحقیقات قصر بیش از 1 میلیارد دلاری پوتین را آشکار کرده است. این افشاگری بعد حبس الکسی ناولنی مخالف سرسخت حکومت روسیه صورت گرفت. تحقیقات را سازمان زیر نظر ناولنی انجام داده است. به گزارش بخش مرکزی رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی، این تحقیقات درباره قرارگاه در نزدیکی‌های منطقه گلنجیک در بحر سیاه است که مدت هاست با قصر پوتین معروف است. ارزش این عمارت حداقل 100 میلیارد روبل یا 1 میلیارد و 345 میلیون دلار حساب کرده شده است. بر اساس گزارش تحقیقاتی که از طرف بنیاد مبارزه با فساد تهیه شده است، این عمارت از گلخانه با مساحت 2500 متر مربع، یک آمفی‌تئاتر، چند بنای استقامتی، حوض شناوری، قهوه‌خانه، چند تالار و یک تونل مخصوص عبارت می باشد. رئیس جمهور روسیه هر گونه ارتباط به این عمارت گران قیمت را رد کرده است. در گزارش تصویری بنیاد ناولنی که روز 19 ینور در یوتیوب نشر شد، این بنا به عنوان بزرگترین راز ولادیمیر پوتین خوانده شده است که در امنیتی ترین منطقه روسیه قرار دارد و بین سالهای 2005 تا 2010 ساخته شده است. در این فیلم حجتی 2 ساعتی خود ناولنی نیز اشتراک کرده است. ناولنی روز 17 ینور به روسیه بازگشت ولی از سوی مقامات روسیه بازداشت و به 3 روز حبس محکوم شد. ناولنی قرار حبسش را مسخره عدالت نامیده بود. شهردار کولوب به شعبه معارف و مکتب‌های این منطقه دستور داده است که در وقت تعطیل زمستانه به خوانندگان کتاب‌های بدیعی رسانند. بر اساس این دستور مسئولین مکتب‌ها به هر منزل خوانندگان کتاب‌های بدیعی بردند. تفصیلات موضوع در گزارشی همکارمان محمود جان رحمتزاده. این کتاب‌ها به سراغ مبارک عبدالرحمن، خواننده صنف 11 مکتب رقم 49 کولوب آمدند. پیش از این برعکس مبارک در سراغ آنها به کتابخانه می رفت. شهردار کولوب پیش از تعطیل زمستانه خوانندگان به شعبه معارف و مکتب‌ها دستور داد که در دوره تعطیل خوانندگان را به کتاب‌های بدیعی تامین کنند. برای مبارک و 2 خواهرش 3 کتاب آوردند که در 10 روز تعطیل خواندند و سپس به مکتب برگرداندند. کتابخانه‌دار مؤسسه معلمه زبان و ادبیات که مؤسسه‌مان برای من کتاب‌های بدیعی را دسترس نمودند و من از این بسیار شاد شدم، زیرا در سال‌های پیشتر این که واقعا روی نمیداد، این کارها رو برای ما انجام نمیدادند. خانواده‌هایی که آموزگاران و کتابدار کتابخانه به آنها کتاب آوردند میگویند هم خرسند شدند هم در تعجب ماندند. لطفیه اسرائیل و مادر مبارک باور نمی‌کند که کتاب را تا در خانه‌اش آورده به فرزندانش دادند. سال‌های پیشتر از مکتب رفته کتاب بدیعی گرفته می‌آوردن می‌خواندن. این سال باشد برای بیماری چی بودن از مکتب معلم‌ها دسترس کرده بودن خواندن. 10 روز تعطیل من کتاب‌ها مطالعه کردم. در سراغ دوست از شریفی محمدیار، قله‌ها از مرادعلی صابر، نخودگانی از افسانه‌های خلق تاجیک باشد، اینها را مطالعه کردم. آموزگاران مکتب‌ها و رئیسان محله‌ها در حال به خانه ساکنان کتاب می‌رسانند که عبدالقادر ولیزاده شهردار کولوب در روزهای تعطیل خوانندگان چاره‌بینی سیر کتاب یعنی به خانه رساندن آن را دستور داده بود. در مدت 2 روز قریب 2 روز تمام خوانندگان با کتاب‌های بدیعی، تمام خوانندگان مؤسسه شهر دیوت کولوب با کتاب‌های بدیعی تامین شدند. دستور شهردار کولوب در بین مردم این عقیده را هم به بار آورد که یک ظاهرپرستی و رسمیات است، زیرا ذوق و خواهش هر شخص را به نظر نمیگیرند. اما این هم گفته می شود که چنین تجربه به تبلیغ کتابخوانی و بچه‌ها را به کار فایده‌ناک جلب می‌کند. بانک ملی تاجیکستان قرب اسعار خارجی را در برابر سامانه برای امروز 21 ینور چنین تعیین کرده است.
بیننده های عزیز، خبر و گزارش های تاجیکستان و جهان در برنامه نوید بامداد تقدیم شما شد. با ما بودن را فراموش نکنید و نظر و پیشنهادهای خود را به ما نویسید. تا صبح دیگر، خدا نگهدار.